در حد سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دار است بسیار است او. شروع از سال 2009 همه ساله سنه 5 اکتبر را در سراسر جمهوری تاجیکستان همچون روز زبان دولتی یعنی روز زبان مادری تجلیل می نمایند. وابسته به این سنه بسیار فرخنده و نکو در سراسر کشور چاره‌بینی‌های سیاسی و فرهنگی دایر می گردد. این چنین در این سنه بسیار تاریخی زادروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تجلیل می گردد. وابسته به این سنه تاریخی در شهر پنجکند در کاخ فرهنگ شهر چاره‌بینی باشکوه برگزار گردید. ما امروز در جشن خیلی باشکوه روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان اشتراک داریم. از فرصت مناسب استفاده کرده شخصا از نام خودم از نام کل آموزگاران شهر و دهات همه همدیارانمان را به مناسبت روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه مبارکباد میگویم. من همه مردم پنجکین مردم تاجیکستان عزیز رو با همین ایده زبان تبریک و مبارکباد گفته با همه صحت سلامتی خسرویهای زندگی رو تمنا دارم و با گفتنی هستم که امروز روز تولد جناب عالی است. صدقاً من کسی رو شاد باش میگویم، عمر دراز بینم، همه وقت سربلند و سرخوش در سری ما زنده باشم. من خواننده صنف 11 بی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 گیرنده استیپندی پرزیدنتی محمود جانов اشان جان، همه شما هموطنان عزیز را با جشن زبان تاجیکی تبریک و تهنیت گفته و شما سربلندی های زندگی را خوانم. من از فرصت مناسب استفاده برده تمام تاجیکستانیان را و تاجیکستانی که بیرون از مرز هستند با ایدی زبان تبریک گفته برایشان بردباری ها را آرزومندم. چاره‌بینی تنتنوی را بخشیده به روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان حسنی آغاز می‌بخشیم. و رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده. محترم ادیبان و اهل زیو حاضرین ارجمند، امروز در سراسر کشور عزیزمون روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تجلیل کرده می شود. در این لحظه های فرحبخش همه شما حاضرین گرامی و مردم شریف پنجکند باستانی را از نام مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر پنجکند با مناسبت این روز فرخنده شاد باش میگویم. زبان دولتی یکی از رکنهای اصلی دولتداری ملی است
که شهستون بینای معنوی دولت را پابرجا نگه داشته معرفت و فرهنگ، اخلاق و آداب و بینش و افکار ملت را چون آینه در خود باستاب میکنند. ما خوب در خاطر داریم که نخستین قانون زبان جمهوری تاجیکستان هنوز به سال 1989 با تشبث اهلیزی کشور قبول گردید و زبان تاجیکی در جمهوری مقام دولتی را صاحب شد. در آن زمان تاجیکستان در هیئت دولت ابرقدرت شوروی عرض هستی میکرد و سیاست زبانی همه جمهوری های برادری توسط یک مرکز اداره و راه اندازی میشد. بیشک قانون زبانی که در تاجیکستان به خوشنودی زیاد قبول گردید یکی از قانونهای اولین در حدود اتحاد شوروی بود. حاضرین گرامی، برابر برپا شدن اجلاس سرنوشت‌ساز 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در سال 1992 که ما امسال با فرح و شادی 30 سالگی برگزاری آن را تجلیل میکنیم و با فعالیت پرداختن حکومت نوی جمهوری تاجیکستان با سروری رئیس تازه انتخاب شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمانوف در جمهوری وضع سیاسی نسبتاً آرام شده حکومت جمهوری به حل مسائل زبان پرداخت. نخستین اقدامی که جهت بزرگداشت زبان تاجیکی با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان گذاشته شد، تجلیل روز زبان شروع از سال 1994 در سراسر کشور محبوبمان بود. من بعد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بهتر کردن وضع حقوقی زبان تاجیکی چندین تدبیرها اندیشیده بهر تطبیق مرحله به مرحله قانون زبان در کمیسیه تطبیق قانون زبان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای تجدید و تهیه قانون نو کمیسیه مخصوص تأسیس داد که این نهاد طول سالهای 2007 و 2008 متن نوی قانون را زیر عنوان قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تهیه کرده به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود. نهایت 5 اکتبر سال 2005 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان با تغییر الهه‌های نو از طرف پرزیدنت مملکت جناب عالی محترم امام علی رحمان تصدیق گردید و در آن پیشنهاد و مقرراتی که در قانون پیشینه زبان نبود جایگاهی خاصه پیدا کرد. همدیاران عزیز، امروز زبان دولتی اساسی هویت و خودشناسی ملی ما به شما رفته برای هر فرد تاجیک عزیز و معتبر می باشد. مسلم است که تنها با وسیله زبان تاجیکی می توان حافظه تاریخی و فرهنگی ملت را پاس داشته پیوندمان را با ادبیات و فرهنگ و علم و دانشی در طول هزار ساله ها آفریده مردم برقرار کرد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان تاکید نمودند تاریخ بشر گواه است که خلقها، ملتها و دولتها تنها با داشتن زبان ملی خود استوار و پایدار میمانند. زبان هر ملت شرط مهمترین پایداری آن می باشد. در همه دور و زمان زبان تاجیکی در هستی و بقای ملت سربلند و تمدنساز ما نقشی حل کننده داشته است. این معنی را پیشوای معظم ملت در سخنرانی پرمحتوای خود در مراسم افتتاحی بینای نوی تعلیمی دانشگاه دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوزاده روز 27 سپتامبر سال روان تاکید نمودند. رئیس ولایت سو معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجبای احمدزاده نیز بهر رشد زبان دولتی، نشر کتاب‌های ادیبان، فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت باثمر کارمندان وسایل اخبار عامه و تطبیق عمل قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ولایت توجه پیوسته ظاهر می‌نمایند. با قناعتمندی ابراز می‌نمایم که تحت سیاست خردمندانه و
بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان شهر پنجکین چون دیگر مناطق مملکت آباد و شکوفان گردیده ارجگذاری به تاریخ غنی به زبان و زادگان برومند این منطقه جمهوری در سطح عالی عملی گردید. این و دیگر کامیابی ها که هر کدام در ذات خویش بی‌نظیرند و به شرافت سیاست دولتداری محترم پیشوای معظم ملت به خلق تاجیک میسر گردیده است، ارزنده همه گونه افتخار و ستایش می باشد. لازم به یادآوری است که بیش از 100 میلیون نفر تاجیکان که در تمام عالم زندگی می کنند از پیشوای معظم خود افتخار دارند و تاجیکستان را همچون خانه امیدشان میپذیرند. حاضرین گرامی، باید قید نمایم که در این صحنه تاریخی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان به سن 70 میرسند. صحنه درخشان زادروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان به روز زبان دولتی راست می آید و این صحنه تاریخی در ردیف هستی ملت و بقای دولت در بین مردم کشور کل تاجیک زبانان عالم قدر و ارزش و اعتبار بلند دارد و مردم شریف پنجکین این صحنه تاریخی را همچون روز ملت اعتراف نمودند. من از نام کل مردم شرفمند شهر و دهات پنجکین و از نام شما حاضرین گرامی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان را برای به سن مبارک 70 رسیدن صمیمانه تبریک میگویم. با چنین آرزو و آرمان‌های نیک بار دیگر شما مردم شریف پنجکین باستانی را به روز گرامیداشت زبان دولتی مبارکباد گفته برایتان موفقیت و کامیابی، آرامی و آسایشتگی و سعادت روزگار را آرزومندم. از فرصت مناسب استفاده برده شعر مومن قناعت در مصر زبان تاجیکی را برای شما قرائت میکنم. قند جوی پند جوی ای جناب هرچی می جوی بجو، بیکران بحر است گوهر به حساب هرچی می جوی بجو، پارسی گوی دری گوی ورا هرچی می گوی بگو، لفظ عشق و دلبری گوی ورا هرچی می گوی بگو. بحر من تنها زبان مادری است همچو مهر مادر است، بحر او تشبیه دیگر نیست چون که شیر مادر است. زین سبب چون شوخی های دلبرم دوست می‌دارم ورا، چون نوازش های گرم مادرم دوست می‌دارم ورا. مقام زبان مادری پاینده و جاوید باد. از توجه سخن نوبتی با رئیس بخش پنجکینتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان با استاد دولتشاه طاهری. نخستین صدا و ندا، حرف و حجاب و مهر و وفا را از مادر جان، از موجود زیبای خدای مهربان، از صاحب بهشت عرش و مکان آموختیم. شبهای بیدارخوابی در بیماری ها و بیتابی با صبوری ها و انتظاری های طولانی بهر بهبودی ما زندگی خویش را نثار فدا کرده، همیشه بیدار بی آزار بی غبار ناتکرار. مادر جان، مادر جانکم
الله میگفته شب و روزها دعا خوانده از کتاب ها نیایش کردم مگرم می آموختی سواد و ثواب ها. پاسخ گفته به هزارها سوال و پرسش ها، خطاب ها و تضاد و معماها. آه مادر، این همه درود تو بودن، سرود تو بودن، سرور تو بودن که من از تو آموختم و صاحب زبان ناب تاجیکی گشتم. خوشا که حکیم توسی ابوالقاسم فردوسی عاقلانه فرمودند نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. با لحن شیرین و ناب تاجیکی در هوای جام بخش موسیقی با ناله های غنایی نابی سحرگاه ها زیر صدای سحرانگیز تنبور بابایی برابر سرانداز های برگ های سبز نیشکرها با صدای موج های نقرفام رود سقدی در دامنه الماسی تریخ های کوهستان و در جلوی هزاران خطر شبنم های درخشان مرزاران اندر باغ های فردوس مکان بین چمنستان و گلستان های تاجیکستان میبالم و ترانه میخوانم، سرود زندگی میخوانم، نماز شکرانه میخوانم. پس من یک ادیب خوشحاله سرسبز و سرفرازم، آزادم و شادم. شکر خدا. اینه ترانه بود بهرشوان. زبانی من، نژادی من، نجاتی من، قوم من و قول من، قصر من و قدر من. زبانی من، مرزی من، طرزی من و طرحی من. زبانی من، ساسانی من، سامان من، تاجیکستان من است. زبانی من، جانی من، جهانی من، خانی من و شانی من، بدر معنی کانی من. زبانی من، تاریخی من، تعریف من، بودی من و شدی من. زبانی من، سرودی من، درودی من، به یک نکته خودی من. زبانی من، مهنی من، مادر مهربانی من، استاد خوش کلامی من. زبانی من، آثاری من، بهار بی خزانی من، خورشید شید تابانی من. زبانی منم افتخارم، زنده باش. زبانی من اعتبارم، فرخنده و پاینده باش. تاج سر نور بارم، جاودان ها تا ابد سازنده باش. زبانی من زیب دنیا، سرآغاز صلح و صفا، بی نظیر و بی همتا در این پهنه‌های معنا. معجزه خود خدا بر تو بادا حمد و ثنا، حمد و ثنا. زبانی من، زبانی من، زبانی آریایی من. بخش سیاسی چهاربینی تنتنوی را بخشیده برای زبان دولتی جمهوری تاجیکستان حسنی انجام میبخشیم.
300 زبان دانی فوزان است. همه روز بکار آید زبان است. ندانی گر زبان دولت خود پشیمانی ندارد عاقبت سود. اینک برنامه فرهنگی فراغتی هنرمندان بخش فرهنگی شهر پنجکند را بخشیده بر روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. زبانی شیردار است، مصفاتر زی آبی چشمسار است. زبانی بوحنیفه پیری توسی، زبانی رودکی ماندگار است. زبانی بدین و سعدی و حافظ، زبانی انوری دلفگار است. زبانی سیدا میرزا و باقی، زبانی جامعی آوازدار است. زبانی عینی و عطار و خیام، زبانی مولوی خاکسار است. زبانی تغرل و لایق و سرمد، زبانی بوعلی نامدار است. زبانی تاجیکی نابست و بیغش، زبانی اندلیدی نوبهار است. جهان تا هست دارم اعتماد، زبانی ما همیشه پایدار است. از تمام این و آن گم کردگان، زیش روتر نیست در روی جهان. زان که گم کرده زبان مادری، حرف گوید با تو با چندین زبان. زهر بادا شیر مادر بر کسی که او زبانی مادری گم کرده است. زهر بادا شیر مادر بر کسی که او زبانی مادری گم کرده است.
زبان ملی آینه پرجلوی تاریخ، جهان معنوی و خیرت و معرفت هر یک خلق و ملت به شمار می رود. زبان مادر ما زبان شیرین و شیوا و شاعرانه تاجیکی که دانش و معرفت در طول هزار سالها اندوخته مردم را در خود نگاه داشته است، گویاترین دلیل هستی و مقام حیات بخش آن در سرنوشت تاریخی ملت ما به حساب می رود. از منبر جهانی با شفقتی کیانی با لحن آریانی آید صدای تاجی منبری جهانی با شفقتی کیانی با لحن آریانی آید صدای تاجی آب حیاتی عالم سمت نشاطی عالم راه نجاتی عالم زیر لوای تاجی
خوش نوازادش خوش نوازادش دینیزی خودان با چونی خوش نوازادش خوش نوازادش خوش نوازادش آن باد همه از بری معشوق من آید آه به من آید آه به من آید آن باد همه از بری معشوق من آید آه به من آید آه به من آید ای ترکی کمر بسته چون حالم ز فراقت گویم قبای تو مرا پیرهن آید هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی تا تو برایی تا تو برایی هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی تا تو برایی تا تو برایی زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید از یمن آید از یمن آید زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید از یمن آید از یمن آید هر باد که از سوی بخارا به من آید آه به من آید آه به من آید با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید آه سمن آید آه سمن آید با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید آه سمن آید آه سمن آید ای از گل سرخ رنگ بی برده و بو رنگ از پی رخ ربوده بو از پی مو گل رنگ شود چرو شوی همه جوی مشکین گردد چمو فشانی همه کو گل رنگ شود چرو شوی همه جوی مشکین گردد چمو فشانی همه کو زلفش بکشی شبی دراز اندازه بر بکشای جنگلی باز اندازه زلفش بکشی شبی دراز اندازه بر بکشای جنگلی باز اندازه بر پیچ و خمش زیگ دیگر بکشاید دامن دامن مشکی تراز اندازه بر پیچ و خمش زیگ دیگر بکشاید دامن دامن مشکی تراز اندازه دریای حسن و لالت مرجان زلفت انبر صدف دهن دور دندان رویت دریای حسن و لالت مرجان زلفت انبر صدف دهن دور دندان ابرو کشتی و چینی پیشان
غب و چشمت توفان ابرو کشتی و چینی پیشانی مرد گردابی بلا غب و چشمت توفان ای از گلی سرخ رنگ بی برده و بو رنگ از پی رخ ربوده بو از پی موی گل رنگ شود چروشویی همه جوی مشکین گردد چمو فشانی همه کوی گل رنگ شود چروشویی همه جوی مشکین گردد چمو فشانی همه کوی مشکین گردد چمو فشانی همه کوی در چهره های خورشیدی کودکان ما فردای خود را میبینیم. کودکان امروز سازندگان فردای فیروزند. برای حافظ و سعدی شعران
کن آغوش خود باز صدایت هنوز از آب جیهون شری را دکیم کردم افتون ابوسی نمیدانی است که چوز تا گوید علاجی دردی آدم در آن روز رودکی چون رود بینوا تمامی خلق عالم گوش انداخت غزل های روانی جاودانه از او ماندن در عالم نشانه غزل های روانی جاودانه از او ماندن در عالم نشانه جوانانی سعادتمند تاجی بیناکارانی بیمانند تاجی با پنج رود مثل بلبل در بهاران غزل خان آمدن عالمیان با پنج رود مثل بلبل در بهاران غزل خان آمدن عالمیان زبانی من، دلی من، دلبری من زی تو بالاست هر جای سری من دو چیز از بحر من باشد مقدس زبانی مادری و مادری من زباندانان چو لفظی را گشایند زمین و آسمان آید سری دست که تا روزی جهان را برگشایند زمین هست و زمان هست و زبان هست از میلت و از زبان خود یاد کنه ارواح گذشتگان خود شاد کنه تا هر زن طفل شما تاجیک شوه و تاجیک آباد کنه این زبان از نور ایمانی من است این زبانی آل سامانی من است لالسان و گرم و شیرین و بلند آتشی پاک نیاگانی من است ای زبانی تاجیکان ای پاسبانی تاجیکان این توی در مغز چیست جانی تاجیکان
باده آتش لبی با میزند فریاده ای یاری عزیز اسیر چشمانت من آهی سهر و دلی پریشونت من آهی سهر و دلی پریشونت من ماهی زرفشونه بینید تیمشکی لرزونه بینید ماهی زرفشونه بینید تیمشکی لرزونه بینید کجک زده به زلفکاش زلفکی پیچونه بینید کجک زده به زلفکاش زلفکی پیچونه بینید چشمات خماری کرده یارو میخندی آبی زرشونه بینی گفتم سنما به هر کی دل میبندی چکی لرزونه بینی چشمات خماری کرده یارو میخندی
با نام تاجیکان، دولتمان را با نام تاجیکستان و زبانمان را با نام زبان تاجیکی میشناسند و اعتراف میکنند. با افتخار صداقت به زبان مادری بار دیگر مردم شریف تاجیکستان را به مناسبت روز زبان دولتی صمیمانه تبریک گفته به هر یک فرد وطن در جاده خدمت به خاطر حفظ و رشد زبان دولتی برای کامیابی ها آرزومندم. خانه آباد و سربلند باشید هموطنان عزیز. تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزانی من است، ذره خاکی عزیزش داروی جانی من است. تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزانی من است، ذره خاکی عزیزش داروی جانی من است. در بریگه باره سنگش فراغت یافتم، تخت سنگی کوسارش تخت سامانی من است. تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستانی من است. تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستانی من است. کوی بدخشان روشن از خورشید دلت، آتشی آن آتشی مهری نیاگانی من است. مصرهای رودکی گنجینه گم گشتن است، شعری و هر پاره طلایی زرافشانی من است. تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستانی من است. تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستانی من است. مسارت شاعرم، هر گیاهت شعر و هر سنگی تو دیوانی من است. تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستانی من است. تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستانی من است.
شکر وحدت، شکر دولت، شکر استقلال ما، شکر نعمتهای افزون، شکر بر اقبال ما. بار دیگر روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک هموطنان عزیز. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشید. زبان هستی ملت است و تاجیکستان عزیز ما را نیز در جهان با آن همین زبان دولتی میشناسند. این است که زبان دولتی یکی از مقدسات ملی تاجیکستان است. امروز در کاخ فرهنگ شهر پنجکین چهاربینی با شکوه وابسته به روز تجلیل زبان دولتی دایر گردید. گزارش مرتبه رحمان و خیام جوره، افشا حسین سالی و اسماعیل جان خالوف از کاخ فرهنگ شهر پنجکین.